اگه دنبال پیشرفت میگردی، اگه دنبال اینی هستی که روز به روز خودت آپگرید بکنی و دنبال اینی که خودت رو هر روز به نسخه قوی تر از خودت تبدیل بکنی، این کانال مال توه. سلام، من امیرم. قراره با همدیگه تو این کانال کلی چالش های انجام بدیم که قبلا با 1000 ترس سمتشون میرفتیم. ببین، قراره تو این کانال به همراه همدیگه کلی چیزای جدید یاد بگیریم و کارهایی بکنیم که ازشون میترسیدیم و قراره یه عادتهای منفی رو کنار بذاریم و یک عادتهای مثبتی برای خودمون بسازیم. به قول معروف قراره از دیروز خودمون خیلی پیشرفت کنیم، یعنی امروزمون پیشرفت شده دیروزمون باشه. ببین، قراره با همدیگه از نقطه 0 شروع بکنیم به همراه هم و به نقطه 100 یعنی نسخه طلایی هر کدوم خودمون برسیم. من تحقیق میکنم و اون چیزی که لازم داریم برای شروع و برای اینکه استمرار خودمون رو نگه داریم روی اون داستان به شما میگم. ببین، قراره با همدیگه تو این کانال یه کارهایی با همدیگه بکنیم که خودمون رو به نسخه طلایی برسونیم، یعنی اینکه از پیشرفت خودمون لذت ببریم و دیگران اصلا متعجب بشن از پیشرفتی که ما کردیم. مهمترین پیشرفت هر شخص تقویت خودشه، یعنی اگر تو برای خودت وقت بذاری انگار داری برای آیندت داری وقت میذاری، برای آیندت داری هدف گذاری میکنی. من میخوام بهت بگم باید چیکار بکنی و چیکار نباید بکنی. تو این مسیر خوبیش اینه که منم قراره مثل شما به چالش بکشم و از نقطه امنم بیام بیرون و به همراه شماها و با کمک همدیگه قراره پا رو ترسامون بذاریم، خودمون رو به چالش بکشیم و کارهایی که دیروز باعث ترسمون میشد، باعث خجالتمون میشد و باعث این میشد که بگیم نه ولش کن، نرو سمتش، اما امروز بگیم بریم جلو و به پیشرفت برسیم. این نسخه طلایی که ما قراره، این پروژه طلایی که داریم و میخوایم بهش برسیم، قراره به کمک همدیگه بریم جلو. پس برای حمایت از من و قرارداد این که چالش رو با همدیگه شروع بکنیم اینه که منو لایک بکنی، سابسکرایب بکنی و به من انگیزه بدی که با همدیگه بتره کنیم و بریم جلو. و خوبیش اینه که قرار خود منم حقیقت خودمو به چالش بکشم به همراه شما. مثلا من تو این جامعه نمیتونم با کسی ارتباط بگیرم. آقا این اکثر جوونا یا همسن و سالای خودمون این موضوع رو دارن، این مشکل رو دارن که نمیتونن با کسی ارتباط بگیرن، یا اگرم ارتباط میگیرن ارتباطشون خیلی زود قطع میشه و استرس اینو دارن که اصلا چجوری ارتباط بگیرن و چجوری برن جلو. من خودم به شخصه اینطوریم. ببین، لازم نیستش که برای اولین کارت خیلی خفن باشی یا اینا، نه اصلا لازم نیست. فقط به یه چیز نیاز داری، فقط به این نیاز داری که تو مطمئن باشی که از پسش برمیای. اگر مطمئن باشی که از پسش برمیای، شک نکن تو میتونی از پسش برمیای. سلام بر استاد جوان خیابانی عزیز. من چه کارم؟ به کمک هم دیگه قراره این ترسامون رو یه خورده دوزشو بیاریم پایین تر و بریم جلو. و به قول معروف من ترس از ارتباط گرفتن دارم و شما هم مثلا مثل منین، ترس از ارتباط گرفتن داریم. این چالش شما میپذیریم و من به همراه شما میریم و با دیگران ارتباط میگیریم. ارتباط گرفتن چیز بدی نیست، برای پیشرفتمونه. برای پیشرفتمون میخوام از نقطه ام بیایم بیرون. مثلا من میخوام برم آقا یه جا کار بکنم، از مصاحبه کاری میترسم، اب نداره، از نقطه ام باید بیام بیرون و به کمک همدیگه میریم سر وقت اون داستان که بفهمونیم اینو به خودمون که واقعا ترسی اونقدر وجود نداره، چون ما تو خونمون نشستیم یا چه میدونم یه دوره یه سری از آدمایی نشستیم که فقط به ما میگن ولش کن بابا، این ولش کن ها، چیزی جز این نداره که تو هر روز پس رفت کنی. قراره تو این کانال من زیاد حالا این ویدیوی اولمو زیاد نمیخوام طولانی بکنم، چون که میخوام همتون بشینید و پر و پا قرص گوش کنید ببینید من قراره چی بگم و قراره چی کار بکنم. قراره تو این کانال به همراه همدیگه یه ذره ساده و مختصر و مفید بگم. قراره تو این کانال با همدیگه و به کمک همدیگه از نقطه هم بیایم بیرون و نترسیم. خیلی سادهش همینه.
پس زیاد سر تو درد نمیارم، قراره تو این کانال با هم دیگه بتره کنیم و چیزای خیلی 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 خفن یاد بگیریم به کمک هم دیگه. من حقیقت این مشکل رو خیلی دارم که مثلا از یه چیزی میترسم دیگه ولش میکنم دیگه تموم. اما اگه یه کسی باشه که راهنمایی کنه بهم و بهم بگه چیکار کرده خودش که ترسشو فروکش کرده و رفته تو دل میدون، منم مثل اون یاد میگیرم و پا به پاش میرم جلو. پس همدیگه رو داشته باشیم و اینکه از شما یه خواهشی دارم که حتما منو حمایت بکنید، حتما لایکتون نره، سابسکرایبتون نره، اون زنگوله بغلش هم بزن که قرار ویدیوهای بعدی رو با هم دیگه بهتر کنیم و پله به پله خودمون رو به چالش بکشیم و از نقطه امن زندگیمون بیایم بیرون. امیدوارم که دست از تنبلی بکشیم، این کانال رو سابسکرایب داشته باشی و از همه مهمتر که رو خودت بیشتر از همه تمرکز بکنی. مراقب خود باش. خدافظ.